رحمتالله تعالی و برکاته به کل بینندگان شبکه کلید اسرار با شما هستیم صدای امید. خب ما یک قاری را دعوت کرده هستیم الحال خود را معرفی میکند ان شاء الله یک چند نشیدها خواهش میکنه و آیات های از قرآن شما میتونین گوش کنین و حلاوت برین. خب قاری جان یک خود را معرفی میکردین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران گرامی قدر، بنده فردوس هستم در مهمونی برادر صدای امید. سلامت باشین. قاری جان از کجا هستین؟ از شهر وعده. نزدیک مدخل. خب سلامت باشین. قاری جان خیلی وقت رو نمیگیریم، یک نشید میخوندیم ان شاء الله. ان شاء الله در وصف مادر یک نشید میخونیم. بر دماغم بوی نانی گرمی مادر میرسد، بر سری من سیله‌ای دستان مادر میرسد. بر دماغم بوی نانی گرمی مادر میرسد، بر سری من سیله‌ای دستان مادر میرسد. خواب در گهواره بودم الا گفتی بهر من، یک نوای پر صفا از قلب مادر میرسد. خواب در گهواره بودم الا گفتی بهر من، یک نوای پر صفا از قلب مادر میرسد، از قلب مادر میرسد. بر دماغم بوی نانی گرمی مادر میرسد، بر سری من سیله‌ای دستان مادر میرسد. سلامت باشین قاری جان، ماشاءالله است، بهترین آوازه. خب یک قرائت میکردین ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.